الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لله تعالى. خب انشاءالله شروع میکنیم در بیان عقاید اهل سنت و الجماعت از کتاب عقیدة الطحاوی، از کتاب امام ابو جعفر الطحاوی. و پیش از اینکه شروع کنیم کمی در مسئله زندگی نامه و حیات امام طحاوی صحبت میکنیم انشاءالله، تا اینکه یک کمی بر ما و شما یک معلوماتی پیدا شود انشاءالله. طيب. خب نام حضرت احمد ابن محمد ابن سلامه ابو جعفر طحاوی الازدی، نام پرش همی است. خب حضرت از کتاب فوائد البهیه فی تراجم الحنفیه مصنف عبدالحی لکنوی حضرت کتاب دارند. در همین کتابشون نامش فوائد البهیه فی تراجم الحنفیه، تمام علمای مذهب حنفیه در کتابش ذکر میکند حیات این حضرت را. برای همین از همین کتاب چیزی که حاضر میخوانم انشاءالله درباره زندگی نامه امام طحاوی از همین کتاب است. خب این حضرت میگه بسیار یک امام بزرگ بودند، مشهور بودند در آفاق، یعنی مراد در شرق و غرب در نزد اهل سنت و الجماعت. خب امام طحاوی یک عالمی بگیم مشهور بودند. خب سال تولد این حضرت سال 229 هجری با یک قول سال 230 هجری. خب بیشتر علما در همین است که سال 230 هجری خب یعنی تولدشون هستند. در خب طحا خب یک روستای بگیم یک قشلاق یک قریه هست در سرزمین مصر. این حضرت در همون تولد شدگی هستند، نامش ماندن طحا یعنی طحاوی. خب خب این سال تولدش سالی گفتیم 230 هجری حضرت تولد در همیش روستای طحا تولد یافتند و خب نشأ و نما یافتند در یعنی در چون که اهل مصر بر موافق مذهب امام شافعی رحمه الله که بودند و این حضرت تعلیم گرفتند، نشأ و نما یافتند در حیاتشون در نزد بگیم تقاشون تقایی، یعنی برادری مادرشون به نام المزنی. امام مزنی یعنی یک از بزرگای اصحاب شافعی رحمه الله است، یعنی که مقصد از بزرگای حتی مجتهدین در مذهب امام شافعی هستند. امام مزنی مشهور است در اونجا. خلاصه پیش همون حضرت یعنی پیش تقویش این درس میخوندن امام طحاوی و همون تقویش بود میگه. خب امام طحاوی وقتی که درس میخوندن یعنی بیشتر در کتاب‌های مذهب امام ابو حنیفه بسیار نگاه میکردن. در همون زمان وقتی که کتاب‌های مذهب حنفی را بسیار که میخوندن یعنی شوق پیدا کردن. بعداً وقتی که یک روز داخل میشه تقویش میبینه که اما امام مزنی میبیند که امام طحاوی کتاب مذهب حنفی خونده است. بعد میگه که والله قسم میگه که والله از تو میگه هیچ چیز نمیبراید، یعنی تو از مثلا عالم نمیشه، هیچی نمیشه تو. همین خیلی میگه تقویش. پس امام طحاوی غضبناک میشود، از پیش تقویش میبرد میرود و با همین قهر راست یعنی که میرود به سوی نزدی علماها و پیروان و بگیم شاگردان امام ابو حنیفه. خب یعنی عالی میشه در شریعت اسلامی و یکی از علمای برجسته و بگیم یک عالم بزرگ، همچون حنفی فقیه حنفی میشود. برای همین وقتی که میگردد میاد که کی تقویش مردگیه یعنی وفات کرده است. بعد میگه که اگر تقویم زنده میبود اگر هر آینه کفاره همون قسمش میداد، یعنی قسم خورد که والله تو از چی نمیشود. خب همین قول عبدالحی لکنوی در کتاب فوائد البهیه آوردگی است. خب ابن کمال باشا یکی از علمای حنفی خب در وصف امام طحاوی میگه این حضرت حتی یعنی قدرت بر اجتهاد داشت.
مثلا مجتهد در مذهب این دیاتون باشد طبقات حنفی رو در کتابی پیش از شروع کردن کتاب لباب بیان کرده بودم در سوی اول و دوم. خب اونجا یک 7 طبقه علماها، این بگیم 7 طبقه خب پیروان مذهب حنفی بودن و همون طبقه دوم خب سوم گفتیم کسایی که اجتهاد میکنن در مسائلی که در اون مسائل روایت از امام نیست. و ابن کمال باشا این حضرت امام طحاوی رو در همین قسم داخل کردن. لیکن میگه اجتهاد میکردن نه که مخالفت بر صاحب مذهب نه در فروع و نه در اصول نداشتن، یعنی مخالفت نمیکردن. باید یعنی که همه وقت اون اجتهادی که این حضرت میکردن موافق مذهب امام ابو حنیفه بود. مریم یک کتاب دارد بسیار کتاب مشهور است، شرح معانی الاثار که معانی الاثار میگن. خب بسیار کتابی میگه جالب است و در مذهب امام ابو حنیفه بسیار قوی کتاب است. طيب خب فقه را این حضرت در نزد یعنی وقتی از بیشتر رفت طرف شام رفت، بعد اونجا ابو حازم عبدالحمید را واخورد که از استادا قاضی القضات میگه در همون زمان در زمین سرزمین شام بود. خب و این قاضی القضات یعنی خازم عبدالحمید علم را از عیسی ابن ابان گرفته بودند و عیسی ابن ابان از امام محمد رحمه الله، یعنی شاگردی. یعنی بین امام طحاوی و بین ابو حنیفه سه استاد بودن. بین امام طحاوی و امام ابو حنیفه سه استاد. و امام طحاوی نه اینکه فقط در علم فقه، همچون در علم حدیث و یعنی اسناد حدیث بسیار مشهور بودن در همون زمان خودشون. خب تصنیف ها بسیار دارد، یعنی کتاب ها به نام احکام القرآن کتاب دارد، به نام معانی الاثار کتاب دارد، مشکل الاثار کتاب دارد، مختصر دارد، شرح الجامع الکبیر دارد، شرح جامع صغیر دارد. خب کتابش بسیار است. حتی کتاب درباره مناقب ابو حنیفه کتاب دارد، درباره فرائض کتاب دارد، تاریخ. خلاص کتابش حضرت بسیار کتاب نوشتگیان. با عقیده مشهوری که هست عقیده طحاویه میگن، همین عقیده که ان شاء الله شروع میکنیم همین حضرت کتاب را مثلا نوشتن. خب سخن طولانی نکنیم، یک مختصر در بگیم برای این حضرت بود. و سال اینجا سخن بسیار است، یعنی همچون وصف کردن امام طحاوی را دیگر علماها. خب یعنی این مشهور است ان شاء الله در بین طلبه اهل علم، بسیار مشهور است طلبه اهل علم و همچنین در بین اهل سنت امام طحاوی کی است. و وفاتشون سال 321 هجری هستند. سال 321 هجری این حضرت وفات کردند، از دنیا گذشتند و در همون مصر وزیر بگیم دفن است، یعنی که در قبرشون در مصر است. طيب خب شروع میکنیم در بیان عقیده امام طحاوی رحمه الله. خب قال المؤلف رحمه الله، امام طحاوی میفرمایند هذا ذکر بیان عقیده اهل السنة والجماعه على مذهب فقهاء المله ابي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي وابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري وابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم اجمعين وما يعتقدون من اصول الدين ويدينون به لرب العالمين. خب این سرلوحه عقیدهش. خب و حضرت میگن هذا ذکر، یعنی این ذکری بیان عقیده اهل سنت و جماعت است. خب یعنی سنت، اهل سنت، سنت چی را میگن؟ عبارت از راه و روش همون پیغمبر خدا، یعنی طریقت. خب جماعت یعنی کسایی که یعنی پیروی میکردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در همون زمان و در زمان ما شما، یک جماعت بر ملت اسلام. خب حضرت میگه این ذکر بیان، یعنی بیان عقیده اهل سنت و جماعت است موافق بر مذهب فقهای ملت. یعنی اون فقهای ملت کی بودن؟ ابی حنیفه نعمان بن ثابت الکوفی، چون که این استاد بگیم استاد، و ابی یوسف و یعقوب بن ابراهیم الانصاری شاگرد امام ابو حنیفه، و ابی عبدالله محمد بن حسن شیبانی، یعنی محمد بن حسن شیبانی و شاگرد دوم امام ابو حنیفه، یعنی امام ابو یوسف و امام محمد که اینا شاگرد حضرت امام ابو حنیفه بودند. خب این بر راه و روش همین حضرت ها این کتاب امام طحاوی جمع کردند. یعنی بنابر موافقت
همون قراردادی که امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف، امام محمد گذاشتن در مسائل عقیده، امام طحاوی بر همون قرارداد این حضرت کتاب نوشتن. یعنی همچون از لحاظ عبارات و همون بگیم تعبیرهایی که این حضرت ها نوشتن، امام طحاوی بر همون تقلید کرد و نوشت کتاب را. خب یعنی بر اسلوبی همین ائمه ثلاثه. اما اگر از حیثیت معنا اگر نگاه کنیم، پس این مذهب اهل سنت و جماعت همش هست بدون استثناء. یعنی اینجا مثلا مخصوص عقیده امام ابو حنیفه و امام محمد و امام ابو یوسف نیست، عقیده همه اهل سنت و جماعت است، اما بر سبک عباره همون حضرت ها این کتاب نوشتن امام طحاوی. و اهل سنت و جماعت چه گفتیم، همون صحابه هستند و کسی که پیروی صحابه هستند در اعتقاد هم یعنی تا امروز. خب بعضی علما میگن امام طحاوی مثلا ذکر این سه عالم آوردن، ابو حنیفه، امام ابو یوسف، امام محمد رو، به خاطری که در مسئله فروع، مقصد در مسئله فروع یعنی در احکام، یعنی در مسئله فقهی حضرت بر مذهب امام ابو حنیفه و از شاگرده امام ابو یوسف، امام محمد بودن. به همین خاطر اینا رو میگه در اول عقیدهش آورده، کتاب عقیدهش. نگی معنا نداره که این عقیده خاص برای همین یعنی مخصوص همین سه نفر باشد که همون سه نفر فقط اهل سنت باشن، نه، این گونه نه، بلکه این عقیده تمام اهل سنت و جماعت است. خب بعدا گفتند و ما یعتقدون من اصول دین، این چیزی که این اعتقاد از اصول دین دارن، یعنی در مسئله هم عقاید، یعنی حضرت امام ابو حنیفه و امام محمد و امام ابو یوسف. و یدینون به لرب العالمین، مراد یعنی آن چیزی را که اونا همچون دین اختیار کردن و به سبب همون دین طلب کردن از جانب خداوند این اجر و ثواب را. معناش و یدینون به یعنی همون چیزی که این امام ابو حنیفه در مسئله عقیده گفته است، امام ابو یوسف و امام محمد در مسئله عقیده دین یعنی گرفتن امر همچون دین قرار دادن، یعنی عقیده اهل سنت میدونستن، همون عقیده امر امام طحاوی جمع کرد و گفت که و یدینون به لرب العالمین، و همین عقیدهشون همچون دین میگیم و قرار دادن بر اساس عقیده اهل سنت و جماعت و بر اساس عقیده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خب بعدا امام طحاوی میفرماید نقول فی توحید الله معتقدین بتوفیق الله ان الله واحد لا شریک له. خب نقول فی توحید الله یعنی امام طحاوی شروع کردن با توحید. برای چی؟ برای که اولین خطابی که بر مکلفین، یعنی کسی که به بلاغت میرسد، اولین خطابی که بر مکلفین است این همین مسئله خداشناسی است، یعنی توحید الهی است. و به همین سبب یعنی توحید الله یعنی کتاب‌های آسمانی نازل شد، یعنی کتاب‌هایی که به سبب این کتاب‌ها، یعنی به سبب این کتاب‌ها پیغمبرها و رسولا یعنی دعوت کردن مردم را به سبب این کتاب‌ها به سوی خداوند یک و یگانه. خب چون که خداوند در قرآن می‌فرماید در سوره انبیاء و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، یعنی ما پیش از تو هر کسی رو که فرستادیم برای پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم، خداوند میگه خطاب میگه که ما هر کسی رو که برای تو فرستادیم، خب فرستادیم ما که مگر بر اینکه وحی کردیم برای تویی که خب مردم رو دعوت به سوی شکل لا اله الا انا فاعبدون، چون که من خدا یگانه هستم و مرا عبادت کنید. این معنای بگیم تحت لفظی همین آیت است. و پیغمبرانی که خداوند این پیغمبران را معجزه های گوناگون در زمانه خودشون داده بود و این معجزه تأیید و تصدیق خب رسول و پیغمبر بودن او را یعنی اثبات میکرد که اون به سوی دعوت خدا یگانه مردم را دعوت میکرد. مثل حضرت این معجزه ها بعضی پیغمبر مثل حضرت ابراهیم که آتش برای او مثلا کونو در آیت قرآن است که نارن بردن و سلام علی ابراهیم، یعنی آیت است آتش بر ابراهیم علیه السلام همچون خنک شد و
سالم، یعنی حضرت ابراهیم ضرر نرساند. و همچنین منقلب شدن عصای حضرت موسی خب با یک اژدها کلان که معجزه حضرت موسی بودند. و همچنین یعنی باد و جن و پرنده ها و تمام حیوانات در زیر تصرف حضرت سلیمان علیه السلام بودند. و همچنین برای حضرت داوود معجزه بود که حضرت یعنی وقتی که میگذشت کوها تسبیح میگفتند برای حضرت داوود علیه السلام. و همچنین آهن در دست حضرت داوود هم خیلی رنگی مثل همین بگیم پختور ملایم هم خیلی کج میشد، یعنی آب میشد حضرت داوود میکردند. یا که معجزه حضرت صالح علیه السلام یعنی بارین شدن شتر با بچهش از داخل سنگ و زنده گردوندن مرده بر معجزه حضرت عیسی علیه السلام و دو پاره شدن مهتاب و برآمدن آب از بین انگشتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یا که سخن گفتن همون گوشتی که گوشت زهرآلود بود. خب معجزه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیاد هستند. خلاص بعضی از چیزایی که ذکر کردیم یعنی با این معجزه ها پیغمبرها اثبات کردن یعنی رسول پیغمبر بودنشون را و برای مردم رساندن دین حق را و به سوی یعنی طاعت یکا و یگانه خداوند مردم رو دعوت کردن. خب حضرت امام طحاوی گفتن نقول فی توحید الله، یعنی ما در مسئله توحید خدا میگیم که معتقدین یعنی در این مسئله وقتی معتقد یعنی همچون اعتقاد کننده، این نفی برای چی است؟ نفاق و تحقیق برای ایمان است. برای چی نفی برای نفاق است؟ چون که نفاق چیزی است که اعتراف لفظی هست لیکن اعتراف قلبی نیست. همچون جزما نفاق اعتراف لفظی منافق، یعنی در لفظ امروز اینجا منافقینی که علیاذ بالله مسلمان هستند، در لفظ در میشنوی که مثلا نماز میخواند و شهادت میگه ولی که در دل در قلب و مسلمان است، منافقه یعنی کفاره. برای همین ایمان و تصدیق اعتقاد همش با قلب در قلب است، یعنی با قلب باید اعتبار کرده شود. برای چون که خداوند کسی که در حق کسایی که اقرار میکنن با زبانشون با دلشون اقرار نمیکنن، در حق اونها خداوند در سوره مائده میگه قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، یعنی اونها گفتن ما ایمان آوردیم، نه که ایمان آوردنشون با زبانشون بود، ولم تؤمن قلوبهم اما قلبشون ایمان آورده بود. برای همین اعتقاد وقتی که امام طحاوی گفت معتقدین یعنی اعتقاد جازم که او ایمان و تصدیق و اعتقاد جازم در قلب است. برای همین معتقدی گفت فقط سخن از این معلوم است که فقط گفتن لا اله الا الله بدون یعنی تصدیق قلب درست نمیشود. برای همین کسی که کلمه شهادت میگه اما در قلبش اعتقادی معنی کلمه شهادت ندارد، پس اون در نزد مسلمان‌ها همچون مسلمان حساب نمیشود. بسیار کسا هستن که لا اله الا الله میگن از کفار یعنی، لیکن در قلبشون اعتقاد جازم قطعی گپ نمیگن، برای همون نام مسلمان نیستن. یکی از شرط اسلام همه است آخر باید که اعتقادی جازم یعنی رکن ایمان خیلی امام ابو حنیفه بیان میکنه، ولی ان شاء الله بعد امام طحاوی میگه ایمان دو رکن دارد، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بر زبان اقرار میکند و بعد دل تصدیق میکند. خب بعدا گفتن معتقدین بتوفیق الله، توفیق خداوند یعنی چگونه است؟ یعنی رسیدن به سوی توفیق خداوند، به توفیق خداوند یعنی به هدایت و راهنمایی پروردگار می شود. این اگر خداوند هدایت نکند توفیق نتید، خب ما عبادت کردن نمیتوانیم. معنای توفیق یعنی خلق کردن قدرت بر طاعت در بنده. خب یعنی خلق کردن قدرت بر طاعت در بنده یعنی میگن توفیق. ببینید خلق کردن قدرت بر طاعت که خداوند خلق میکنه قدرتی رو که ما طاعت عبادت میکنیم خداوند رو، خب در بنده خلق میکنه که در انسان یعنی در مسلمان ها اینو میگن توفیق. برای میگیم خداوند رو توفیق اجرا دست که اون عبادت میکنه، یا که میگیم دعا میگیم خداوند توفیق مون بده تا اینکه از راه بیرون نشیم. خلاص توفیق
با هدایت پروردگار میشود که این مذهب اهل سنت و جماعت بر همین است. چون خداوند میگه در قرآن در سوره العنکبوت یعنی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ای الى توفیقنا و هدایتنا. و کسانی که میگه خداوند کسانی که اجتهاد میکنند کوشش میکنند فینا در راه ما مثلا در راه اسلام لنهدینهم سبلنا اینجا مراد ای توفیق مراد سبلنا مراد سبل اینجا سبیل راه یعنی توفیق و هدایت ما رو به سوی توفیق هدایت خودمون چیکار میکنیم راهنمود میکنیم. یعنی کسی که خب زحمت میکشد در راه خداوند و کسی که از برای خداوند طاعت عبادت میکند پروردگار او را چیکار میکند توفیقش میدهد. خب این بود معنای نقول فی توحید الله معتقدین بتوفیق الله ان الله واحد لا شریک له. واحد در حق خداوند با این معنی که شریک ندارد، نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال. خب خداوند در ذات و صفات و افعالش شریک ندارد. این است معنای واحد. ان الله واحد لا شریک. شریک یعنی همتا و مثل مانند ندارد. خب در همینجا توقف میکنیم ان شاء الله برای که قول بعد امام طحاوی شروع میکنه ولا شیء مثله. در اینجا ان شاء الله گپ زیاد است، برای همین در اینجا توقف میکنیم ان شاء الله. خب این یک کمی از عقیده امام طحاوی است ان شاء الله و بعد شروح بعد شرح هایی که من برای این کتاب میارم از شرحی علامه بابورتی است ان شاء الله. کسی که اگر از طالبان بدونن ندارن ان شاء الله اینه که از بعضی کتاب اهل سنت همین شرحش من ان شاء الله کم کنم برای شما واضح میگم، اما برای ما مخصوص همون متن است، یعنی خود متن امام عقیده طحاوی برای میکنم ترک توضیح میتیم برای همین کافی است، یعنی زیاد از اون دیگر لازم نیست. طيب بارك الله فيكم. این درس اولی ما بود از عقیده طحاوی. ان شاء الله در یک هفته یک بار این درس رو برای شما ان شاء الله با شما نمیگذرونیم ان شاء الله. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.